سلام بچه ها، اومدیم با یک ویدیو خیلی خفن عوض کردن کیت و لوگو دریم لیگ 2019. زنیم کیت رئال مادرید. کیت من هستش رئال نبخشید الهلال دریم لیگ رئال مادرید. میزنیم توش، میزنیم تو سایدش. کیت اولو میایم اینجا هستش. این گزینه‌ها رو باید یکیشون رو باید انتخاب کنیم که کپی نشانی پیوند هست. اینو میگیریم، میریم توی دریم لیگ. پیدون الهلاله، اصلا اسممون بارسلونا. ما کیتو گرفتیم، میایم اینجا این دکمه رو میزنیم. صدا بخشی زیاده. اینو میزنیم، روش کلیک میزنیم، روی این رمز تمامو میزنیم و تیکو کلیک میکنیم. چون طول میکشه اینو میزنیم و الان کیتمون رئال مادرید شد. همین کارم برای لگو انجام میدیم که اینجا لوگو رو کپی میکنیم، کپی نشانی پیوند میکنیم. میایم دوباره توی دریم لیگ از این بخش میایم بیرون، به لوگو میزنیم. همینطور اینو پاس میکنیم، رمز جدیده میزنیم، تمام میزنیم، رو تیک دوباره کلیک میکنیم و رئال مادرید الان عوضش میکنیم و الان رئال مادرید شده. میبینید رئال مادرید و رئال مادرید هسته. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.